بریم ببینیم. اینم راه از مغازه آقای خوشنژاده تا مشتری بعدیمون آقای رحیمپور عزیز. البته راهش خورده کوتاست ولی خب گفتم که حالا یه صحنه کوچیکی هم بالاخره از شهر داشته باشیم خوبه. ببخشید رو موتورم یه خورده بد دارم فیلم میگیرم. اینم بگم برای ویزیت مشتری ها وسیله نقلیه موتور خیلی بهتر از ماشینه، واقعا جوابه و خیلی سریعتر کار جمع میشه. یا الله، سلام و عرض ادب. حال شما چطوره؟ آقا رحیمپور خوبی انشالله؟ مخلص شما هستیم. آقا یا الله ببخشید من بعد موقع مصدقاتت شدم. اوضاع احوال چجوره؟ سلامت باشی. خرید به آقا بسید گفتم بنویس. اینا 76 ببینیم که از محصولاتمون چی هست چی نیست توی یخچالشون. خب دلسترای سیبمون تموم شده، نوشابه اونم به همین صورت. یه دونه از ماهوشهره آلیس اینجا موجوده. خب محصولاتمون یه خورده بیاریم جلو چون محصول که میره عقب دیگه اون خروجی رو نداره، مشتری سختشه توی این بازار. ناز نکترهای خوشفروش انبه آلیس. خب تا آقا رحیمپور مشتریش رو میندازه ما هم بیایم بیرون چون خلق و خوی این مشتری به صورتیه که اگر موقعی که مشتری وایساده منتظرش زیاد تو دست و بالش بپیچیم خوشش نمیاد. زیاد سر مشتری نباشه راحت سفارش بده.